سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه توی کانال یوتیوب من. بچه‌ها امروز از اون روزاییه که خیلی کار دارم و خیلی پرباره و من گفتم که امروز رو با هم دیگه بگذرونیم. دیگه نگفتم که امروز چند شنبه است، امروز پنجشنبه است. خب فردا هالووینه و همه برندها دقیقه 90 میخوان تایمشون رو ست بکنن. یعنی مثلا از یک هفته قبل، از 2 هفته قبل به من نمیگن که ملینا مثلا دارم میگم ما برای هالووین میخوایم که با شما کار بکنیم. بعد برندایی هم هستن که من مثلا قبلا باشون کار کردم و یعنی دیگه نیاز به تست 20 روزه و فلان و این داستانا ندارم و من از کیفیتشون مطمئنم، واسه همین قبول میکنم که مثلا دقیقه 90 کارشون رو انجام بدم. فردا که جمعه باشه من یک تبلیغ دارم، یک معرفی دارم براتون و شنبه هم دوباره یک معرفی دارم و به اینا گفتم ببین من مثلا در حالت عادی ویدیوهای معرفیمو مثلا بینشون 3-4 روز فاصله میندازم که مثلا هم مخاطب من خسته نشه، همین که برسم انجامش بدم، همین که یه بازخوردی برای مثلا نفر قبلی و نفر بعدی داشته باشه دیگه. و اینا اینجوری بودن که ملینا اصلا مهم نیست که مثلا جمعه تو معرفی داری، ما فقط میخوایم شنبه معرفیه رو بذاری. خلاصه راضیم از خودم توی این یک هفته، با اینکه خیلی در حال بدو بودم و همش اینجوری بودم که خب به این تکست بده، به اون تکست بده، اینو هماهنگ کن، اونو ست کن، ولی هفته پرباری بود، دوستش داشتم. و امروز من کلاس داشتم و گفتم که اوکی من ساعت 7 صبح بیدار میشم، میرم باشگاه و بعدش همونو میرم دانشگاه سر کلاس و خواب موندم. یهو بیدار شدم دیدم ساعت 8:30 و خب من باشگاه مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت حداقل طول میکشه و دیگه نمیرسیدم به باشگاه. گفتم اشکال نداره، باشگاه رو نمیرم دیگه. اومدم حاضر بشم که برم دانشگاه بعدش برم باشگاه. یهو دیدم که بچه‌ها تو گروه زدن که کلاس کنسله. ببین یعنی نمیدونی چقدر خوشحال شدم از اینکه کلاس کنسل شد. دیگه من همون رفتم باشگاه. تا الان باشگاه بودم، رفتم لباسامو از خوشویی گرفتم چون که امشب ما مهمونی دعوتیم. مهمونی که نه، تولد دوست عمویوه و ما قرار شد که خز پارتی بگیریم، ولی خب بچه‌ها موافقت نکردن با این موضوع و حالت دوره همی و اینجوری که همه خودمونیم و اینجوریه دیگه. نمیدونم چرا با خز پارتی موافقت نکردن، چون من خیلی کاستوم مناسبی میتونستم برای خز پارتی بزنم، ولی خب اشکال نداره، بهتون میگم چی میخوام بپوشم. خلاصه الان برگشتم برم یه چیزی بخورم، خیلی گشنمه، و بعدش برم دوش بگیرم و دیگه بیام یه ویدیو برای شما بگیرم. الانم که توی یک ویدیوی دیگه هستیم، یک ولاگ روزانه هستیم و دیگه شروع کنم به آماده شدن دیگه، خیلی تایم ندارم. بچه‌ها من سه‌شنبه موهامو پروتئین تراپی کردم، پروتئین تراپی سرد هم انجام دادم چون من اصلا به موهام اتو میزنم و کلا پروتئین گرم نمی کنم که اتو کشی نداشته باشه و فکر کن من از سه‌شنبه تا الان که پنجشنبه است دوش نگرفتم، یعنی بهم گفت که دوش نگیرم و الان حالم از خودم داره به هم میخوره، واقعا به معنای واقعی. بعد از هر 2 سری که من موهامو رنگ کردم این پروتئین سرد رو انجام دادم و ببین خیلی خوبه و الان یه مقدار هم دیر انجامش دادم چون مثلا 2 هفته بعد از اینکه رنگ میکنید میتونید این کار رو انجام بدید. من مثلا الان 2 ماه گذشته از ترمیم موهام، با اینکه موهام خیلی بلند شده انگار رنگ کردم، ولی 2 ماه گذشته و تازه رفتم که پروتئین کنم چون احساس کردم که یه مقدار پایین موهام داره دمیج میشه و پروتئین تراپی میتونه اگر که موخوره دارید میتونه تارهای موهاتون رو بلاک کنه که شما از اون به بعد دیگه موخوره نگیرید، و یا اگر که مثلا دارم میگم تا اینجا موخوره گرفته مو بلاک میشه و دیگه از اینجا به بعد موخوره رشد نمیکنه و شما باید برید نوکگیری کنید که اون موخوره از بین بره. موخوره با هیچ چیزی بچه از بین نمیره، نه روغن تراپی، نه پروتئین تراپی، نه کراتین، نه هیچ چیزی، با هیچ چیزی از بین نمیره جز اینکه موهاتون رو کوتاه کنید و بذارید سالم رشد بکنه. ما اینجا چند تا آیتم جدید داریم که برای موه و من از شامپو و ماسک موی این یک بار استفاده کردم. الان هم میخوام شامپو و ماسک موی همین برند رو استفاده بکنم و بیرون لوسیونش رو بزنم. لوسیونش تا حالا استفاده نکردم چون اولین باری که
داشتم از این استفاده میکردم. سه‌شنبه بود که بعدش می‌خواستم برم پروتئین تراپی بکنم و بعدش هیچ چیزی نباید به موهام میزدم، یعنی خارج از همون هیچ چیزی نباید به موهام میزدم. این برند میسوریه و من با برند میسوری قبلا کار کردم ولی آیتم های پوستیشو کار کردم اگر که یادتون باشه. فیس واش داشت، تونر داشت، نمیدونم مرطوب کننده داشت، میسلار واتر داشت و همشون خیلی خوب بود. بدون اغراق همشون خیلی خوب بود. حالا این سری آیتم های موشونو برام فرستادن، لاین مراقبت از مو رو برام فرستادن. اینا هم تست کنم ببینم که چجوریه. اگر که خوب بود میگم که بگیرید. تا الان من از ماسک موش راضی بودم. شامپوشو باید بیشتر استفاده بکنم ولی ماسک موش به اندازه کافی مو رو نرم میکنه و بیرون از حموم هم شما راحت میتونید موهاتون رو شونه بکنید. حالا من یک بار از این استفاده کردم و باید 20-25 روز این تست بشه، بعدن حالا بهتون نتیجه رو اعلام بکنم. من رفتم دوش گرفتم اومدم و میخوام که روتینم با شماها برم. میخوام اینجا رو نشونتون بدم که قبلا اگزما داشت و چقدر اگزماهاش بهتر شده. الانم خشک هستا ولی خیلی بهتر شده. قبلا مثلا اگه تا اینجاها بود الان خیلی مقدارش کمتر شده و من دارم سعی میکنم که روتین پوستیمو خیلی خوب و مرتب برم و جا نندازمش. یعنی حتی شبایی که خیلی خستم حداقل مرطوب کنندم رو میزنم و بعد میخوابم. حالا مثلا مراحل دیگه‌ش رو انجام نمیدم. الان از این تونر ژنو میخوام استفاده کنم. این تونر خوبیه. از این تونرهای مثلا روشن کننده و این داستانا نیست. اما صبر کن. سلام. اما تو ولاگ یوتیوبی سلام کن. میگه هلو. آره من تو خدا هول نکنم. اون سری هم همینو گفتی. بعد زنگ زدی گفتی من 5 دقیقه دیگه پیشتم. همش سر من قور میزنه. همش من میگه من 3 شبانه روز منتظر تو موندم سر جمعنا که مثلا 5 دقیقه منتظر میمونه. میگه من 3 شبانه روز منتظر تو موندم. خب میخوام از این لوسیون استفاده کنم. لوسیون مو. یه مقدار بزنم. اینو برای اولین بار میخوام استفادهش بکنم. واسه همین خیلی باید توی استفاده کردن ازش احتیاط کنم که موهامو یه مقدار چرب نکنه. آخه صورتیه نگاه کن. باید برم موهامو یکم کوتاه کنم چون پاییناش داره موخوره میگیره و من با اینکه خیلی رعایت میکنم، خیلی زیاد رعایت میکنم ولی میگیره، موخوره میگیره. این سری هم از شقایق که پرسیدم گفتش که علت این که آدم موخوره میگیره باز بودن موهاست. میگفت شبا وقتی میخوای بخوابی مثلا یه کلاها بزن. گفتم ببین من اصلا شبا نمیتونم هیچ چیزی رو کلم تحمل کنم، واقعا نمیتونم. بعد گفتش که به خاطر مثلا استحکاکیه که مثلا مو با مقنعه داره، مو با نمیدونم بالشت غیر ساتن یا ابریشم داره، یا اصلا مو که بازه خود به خودش که به خودش میخوره مثلا اینکه استحکاک ایجاد میکنه و این موخوره ایجاد میشه. خب شما باید هی کوتاه کنید، زود به زود کوتاه بکنید که حالا خیلی چیز نشه، همه گیر نشه بین موهاتون. بهتون گفتم که قرار بود این مهمونی خز پارتی بشه ولی بچه ها موافقت نکردن و من توی ذهنم انتخاب کرده بودم که برای خز پارتی چی بپوشم ولی دیگه کنسل شد دیگه، اشکال نداره. الان نمیدونم واقعا چی بپوشم و مثل اینکه چون دوره همیه من به خواهر همین صابتبت مسیج دادم گفتم که شما چی میپوشید؟ گفتش که من پیرهن میپوشم ولی خب اون خواهرشه خب، ولی در حالت کلی خیلی خودمونی و دوره همیه مجلس و واسه همین من نمیدونم که پیرهن بپوشم. خودم دلم نمیخواد پیرهن بپوشم یا مثلا یه دامن جین بپوشم با یه شومیز جالب یا نیم تنه جالب یا شلوارک بپوشم. نمیدونم اصلا نمیدونم چی بپوشم. بچه ها آپشن شماره 1 این شلواره است که تازه خوشرویی گرفتمش با این کراپ تاپ این وریه یا این کراپ تاپ یا یک گزینه عمویو به هم داد که اون علامتون نشون میدم، اونم جالبه ولی مشکیه. دامنه با به نظرم این جالب تره. آخه اینم تا حالا نپوشتم تو مارکش هم نکردم، دلم میخواست اینو بپوشم. خب من برم دیگه موهامو خوش کنم بعد بیام هم دیگه آماده شیم. خب بچه به احتمال زیاد من بخوام همون مشکیه رو بپوشم و میخوام که الان یک آرایشی بزنم که چشمام حالا کمتر چیز باشه، کمتر بولد باشه که من بتونم
رژ لب قرمز باهاش بزنم. پس ما بریم سمت میکاپ هایی که چشم های غیر بولد تری داشته باشه، یعنی لباش بولد تر باشه. خب از آلویز ما اول از ابروهامون شروع میکنیم. یه مقدار من میخوام پر کنم ابروهامون، چون ابروهای پر خیلی بهم میاد. خب حالا این قسمت هایی که خالیه رو پر میکنم. بچه مامانم اینا از این بلندرها روشن کردن و صدای تراکتور میده. من توی ویدیو هم شما یه قسمت هایش ممکنه اینو بشنوید بدونید که مامانم یا نازیه توی آشپزخونه دارن یه کارایی میکنن. میبینید چقدر این مدل ابروه میاد. حالا وسطش یکم پررنگش نه، بعد اینا رو درست کنم، ولی خیلی جالبه. بریم سراغ چشم. یه مقداری من میخوام کانسیلر بزنم، با دست این رو بلند میکنم، این رو خشکش میکنم. اول کانسیلر بعد خشک کردنش. این بیسه، این باید باشه. از یه رنگ آجوری برمیدارم میزنم به کریس پلکم، ولی فقط بیرونش. حالا از یک رنگ قهوه‌ای برداریم و حالا میخوایم بزنیم به این قسمت از پلکمون، پایین کات کریس. حالا از رنگ مشکیتون برمیدارین، میتکونید با یه همچین براشی که سرش کجه و فقط گوشه خارجی پلکتون رو بن موجه‌ش رو تیره میکنین. حالا شما با یه همچین براشی و همون سایه قهوه‌ای که بر پلک بالاتون استفاده کردین یکم برمیدارید و میزنید به بن مژه پلک پایینتون. همین موادی که توی براشمون هست رو اینجوری میاریم به سمت بالا. میخوایم یه سایه قهوه‌ای حالت خط چشم به چشممون بدیم. یه مقدار از رنگ مشکی رو برمیدارم و فقط از اینجا به بعد پلک پایینم رو مشکی میکنم. این رو اصلاً به سمت جلو نمیارمش، نمیخوام چشمم حالت تیره بگیره. قسمت جلوی پلکمو نمیخوام هیچ کاری بکنم، ولی شما اگر دوست داشته باشید میتونید یه سایه شاینی بزنید. من فقط در آخر میخوام اینجاشو یه مقدار هایلایتر بزنم، همین. نمیخوام اصلا جلوی چشممو کار بکنم، به نظرم اینجوری جالبه. خب حالا این میکاپ رو هم میتونید با رژ قرمز بزنید، من الان بال به لب زدم البته، هم میتونید با رژ نود بزنید. من میخوام رژ قرمز بزنم حقیقتا. حالا بعد از اینکه خط لبمو کشیدم، البته این رنگ خیلی روشنه، من اصلا با این اوکی نیستم. ببین این رنگ آجوری رو دارم میزنم، اما من یک رنگ قرمز میخوام. همینجوریش خیلی تیره است ولی روی لب خیلی روشنه. خب من دیگه برم ویدیومو بگیرم، بعد بیام با هم دیگه کرلی کنیم. بهتونم یاد بدم که چه جوری کرلی میکنم موامو. خیلی بد. آخه اصلا مزه نداره ژله‌ای، اصلا ژله‌ای مزه نداره. بچه خیلی خوش برگشتید به ویدیو. من لباسم عوض کردم، قرار شد همون چیزی که آریا گفت رو بپوشم. گوشوار هم انداختم و دستبندم انداختم و میخوایم که موهامون رو فر کنیم. چجوری موهامون رو فر کنیم؟ به آسون ترین شکل ممکن اینجوری باید فرش کنید. یعنی هم تایم کمی میبره، همین که آسونه، همتون میشین انجامش بدید، هم دستتون خسته نمیشه. اول از همه شما یه قسمتی از اینجا حالت 4 خونه جدا میکنید، بقیه قسمت ها رو میبندیم. 2 قسمت هم میبندیم، یعنی یکیش این. حالا به 2 قسمت تقسیمش میکنیم اینجوری. بابلیسمون که داغ شد اینو یک دور این شکلی میاریم که کل مو یکم داغ بشه، میاریمش تا ته. حالا این اینجوری فر میکنیم، بعدم یکم اینو این شکلیش میکنیم که این دنبی که زده بیرون این درست شه. با این بیگودیا به همون جهتی که فر کردیم میپیچیم دور با بیگودی. حالا با این یکی هم دقیقا همون کارو میکنیم و حالا یک لایه از این رو این شکلی
درش میاریم. برای قسمت چپ صورتتون باید انگشت اشارتون روی این بیلبیلکه باشه. خب اینو این شکلی میارید، این گیزگیلکش اینجا میگیره تا ته میارید و اینو میپیچید. یک لایه که یک دور که پیچیدید، یکم اینو شلش میکنید که این تیغ تیغیه که افتاده بیرون هم فرشه. من تقریبا فکر میکنم 2 ساعت از میکاپ هم گذشته، چون من رفتم ویدیو گرفتم اومدم، ولی خب تکون نخورد. برای اطمینان من با خودم پودر فیکس و این داستانم میبرم که اگر خراب شد اونجا بتونم درستش کنم. برای لایه دومم دقیقا همین کار رو میکنید. خب بچه من یه طرف موهامو فر کردم و این قرار نیست اینجور بمونه، قرار شونه بشه و بریم سراغ این طرفم فر کنم و بیام خدمتتون. آخ بچه ها یادم رفت بهتون بگم سمت راستتون رو چجوری کرلی کنید. بذار بهتون بگم. این طرف رو که میخواستی بزنی با این انگشتت میگرفتی دیگه، حالا باید با این انگشت یعنی شستت بگیری و این کلیپسی که هست باید اینجا قرار بگیره، یعنی موت لابلای این و این کلیپسه به سمت صورتت باید باز بشه دیگه. اینو که میپیچی موت هم میگیری این و به سمت بیرون فرش میکنی. خیلی کار آسونیه. خب صرفا مثلا 2-3 بار انجامش بدید کاملا دستتون میاد که چجوری باید درستش کنید. و من اینا رو باز کنم. این بیگودیارمو این شکلی باز میکنیم. دارم اینو بذار برم همون بر باز کنم. بلش کن همونجا باز کنم بهتر. برای توی کیفم بیاد بهتون بگم چی رو برمیدارم. من برای توی کیفم این پنکیکه رو برداشتم، پودر فیکس برداشتم، خط لب و رژ لبی که استفاده میکنم. دامنه رو قرار شد بپوشم، دامنه رو میبرم همون بر بپوشم. الانم همین شلواره رو پوشیدم توی راه، گفتم اینو بپوشم. عطر برای کفشم میخوام این صندلا رو بپوشم که خیلی جالبن، ناراحته ها ولی خوشگله. در نهایت از این روغن آرگان یه مقدار میزنم به دستم، شروع میکنم به باز کردن اینا. برای روشم میخوام این کته رو بپوشم دیگه. الان باید منتظر بشم تا عمویو بیاد. بچه بذارید معرفی کنم. وایسی آتوسا، هلیا، روزیتا. بچه شما الان داخل ولاگ یوتیوب هستید. بیا های گایز. بیا سلام بگید. برای فالوورای سابسکرایبر های یوتیوب. سوشال میدیا. بابا من اینو خودم واسه سوالم میگم. آرزو کردم هممون انقدر موفق بشیم در کنار هم. واقعا میگم بهترین زندگی‌ها رو داشته باشیم و همیشه کنار هم. بچه ها از روز دوم که نگم از صبح واقعا چی کشیده. ما دیشب بدیم خونه. ببین داشتم میمردم از خواب، انقدر که خوابم میومد. همونو آرایشم پاک کردم خوابیدم و امروز نمیتونستم از جام تکون بخورم، انقدر که من بدن درد داشتم چون دیروز باشگاهم رفتم. سنگینم تمرین کردم، الان کل بدنم درد میکنه دیگه. صبح پاشتم یکم خودم جمع جور کردم ولی هنوز صدام گرفته، صدام تو دماغیه و شروع کردم کارامو انجام دادن. الان توی این وضعیتی ما اینجا رو نگاه نکنین خیلی به هم ریخته است، ولی من این ستابه رو چیدم که الان یه ویدیو دوباره بگیرم و خدمتون بگم که همین امروز خیلی کار دارم. یه چند تا ویدیو پشت سر هم و تو هم باید بگیرم و بشینم به ادیت کردن ویدیوهای قبلی که تا فردا دیگه تحویلشون بدم. خیلی کار دارم، سعی میکنم که این بین حتما شمارم در جریان بذارم که چی کار دارم انجام میدم و با ما همراه باشید. میخوام یه میکاپ هالووینی بزنم و این برند دافی رو معرفیشو بذارم، یعنی معرفی این برند دافیه، واسه همین اینجا رو چیدم. الان من ببرم اونجا و اینجا هم دوربینم قرار میگیره، اینو میخوام بذارم. معرفی این برند دافیه که قراره ما یک گریمی براش انجام بدیم که
اینو فکر کنم توی ویدیوی هفته گذشته دیدید آنباکسشو و قراره یک گریم انجام بدیم که با این میسلار واترای دافی که میگن 4 ثانیه حالا بذاری روی صورتت و بعد درش داری میکاپت رو پاک میکنه، قراره که میکاپ رو پاک کنیم. من اینو قبلا استفاده کردم، واسه همین خیلی اینجوری نبودم که خب 20-24 روز نیازه که من اینو تستش بکنم، واسه همین معرفیشو قبول کردم که برای امروز انجامش بدم و فردا قرار آپلود بشه. قدم اینجا شلوغه که تمرکزم دارم از دست میدم، ولی واقعا وقت ندارم الان بخوام جمعش بکنم. باید این رو حتما اول بگیرم بعد بشینم اینا رو جمع کنم. دیشبم دستم نمیدونم به کجا خورد و هم ورم کرده هم کبود شده اینجاش، میبینید؟ خب بچه جونم، من ویدیومو گرفتم. فکر میکنم الان که شما این ولاگ رو ببینید، این ویدیو توی اینستاگرام آپلود شده باشه، میتونید برید ببینیدش. عکساشو اینجا هم براتون میذارم که ببینید چه چیز خفنی شد. و در نهایت باید بگم که خیلی ممنونم که تا اینجای ولاگ من رو همراهی کردید. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم که قطعا فراموشتون نمیشه. زنگوله‌رم حتما روشن کنید. هر وقت که من ویدیو میذارم اینجوری جیلینگی براتون صدا میده. اگر دوست داشتید میتونید این دوتا ولاگ که برای هفته‌های گذشته هست رو هم ببینید و حتما براش کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم و خیلی زود هفته دیگه میبینمتون. همین دیگه، بوسای.